در مورد سوال اولتان، الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم در سوره نساء آیه 129 می‌فرماید که فلا تمیل کل المیل فتذروها کالمعلقه. میگه البته این آیه در اصل برای کسانی است که مثلا یکی، دو تا، سه تا، چهار تا همسر دارن. میگه یکی از اینها را چنان رها نکنید مانند یک کسی رو که شما همینطوری رهاش میکنید، نه با او هم بستر میشید، نه به او نفقه میدید، نه به او توجهی میکنید، فقط فکرتون، حواستون، زندگیتون مثلا با یکی است. این گناه است، این گناه کبیره است. الله سبحانه و تعالی به ما امر میکنه که امساکم بالمعروف او تصریح باحسان، یا مثل به زبان عامیانه به شما بگم، یا مثل آدم زندگی بکنید یا مثل آدم رها بکنید. طلاق رو برای چه قرار داده الله سبحانه و تعالی؟ وقتی که با کسی زندگی نمیتونید بکنید، مشکلی داره، شما مشکلی دارید، طلاقش بدید، بگذارید بره زندگیشو بکنه، بره دیگه ازدواج بکنه. و این حق یک زن است. وقتی که شما نمیخواید باش زندگی بکنید، طلاقش بدید، رهاش بکنید. الا این که مثلا به یک توافقی باش برسید، به این شکل که بگید که خب من نفقه تو رو میدم، خرج و مصرف تو رو میدم، نیازهایی که داری برآورده میکنم، بیشتر از این چیزی از من نخواه. آره، اگر به توافق رسیدید دو طرف، چون این یک زندگی مشترک است، میتونید با هم زندگی بکنید. بعضی از زنها به خاطر فرزندانشون، به خاطر استمرار زندگیشون به همین راضی میشن. البته نباید که در اینجا جبر و مجبوری وجود داشته باشد. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم امر میکند که وعاشروهن بالمعروف، با آنها رفتار نیک و شایسته بکنید. و این رفتار نیک و شایسته این است که همه آن حقوق و واجباتی رو که یک زن بر گردن شما داره، اون رو باید برآورده بکنید. من قبلا هم در این مورد صحبت کردم. متاسفانه یک عادت زشتی وجود دارد، خاصا در بین عزیزان تاجیک، که طرف خودش در روسیه است، در مهاجرت، به خاطر کار، به خاطر زندگی رفته در روسیه زندگی میکنه. بعد یک پدر و مادری داره مثلا در تاجیکستان، میاد اینجا با یک دختری که اکثراً به خواست پدر و مادر انتخاب میشه. مادرش دختری رو انتخاب میکنه، بعد بچه‌ش رو زنگ میزنه، میگه که بیا یک دختری رو انتخاب کردم باهاش ازدواج کن. اون طرف هم از اونجا بلند میشه میاد، چون یک نوع عادتی است که فکر میکنن که در هر چیزی که پدر و مادر گفت شما باید از او اطاعت بکنید. در اسلام اینطوری نیست برادر عزیز، که شما اگر پدر و مادرت گفت که با این دختر ازدواج بکن، شما بدون چون چرا باید ازدواج بکنید. این زندگی شماست، شما پاسخگوی این زندگی هستید. فردا روز قیامت اگر الله متعال در مورد حقوق اون زن، در مورد کوتاهی‌های شما از شما بپرسد، شما نمیتوانید اینجا بگویید که والله پدر و مادرم انتخاب کرده بود. الله متعال میگه من به تو عقل داده بودم، شعور داده بودم، اختیار داده بودم، تو از عقل و شعور و اختیار خود استفاده نکردی. حالا اینجا می گناه رو میندازی به گردن پدر و مادرت. بعد از اون میان با اون ازدواج میکنن، 3 ماه، 2 ماه، 1 ماه، بعضی 1 هفته، 2 هفته در تاجیکستان هستن. با این دختر همبستر میشه تا وقتی که او رو حامله بکنه. متاسفانه وقتی که حامله شد که انه مردانگی خودش رو ثابت کرده که بله من تونستم این دختر رو حامله بکنم. بعد این دختر به عنوان یک کنیز، کسی که باید خدمت پدر و مادر این شخص رو بکنه، در خانه اونها زندگی میکنه. رو حیات جارو بکن، غذا بپز، لباس بشور، خلاصه 1 سال، 2 سال، 3 سال، 10 سال این دختر جوان در این خانه هست و داره چیکار میکنه؟ خدمت میکنه به پدر و مادر این. و این جوان در همه نه، بعضیاشون در روسیه رفته، یک زن تاتار گرفته، یک زن روس گرفته، یک زن هزار جای دیگه گرفته در اونجا. اگر دیندار باشه خب به عقد نکاح رسمی و مسلمانی میگیره، و اگر نباشه که دیگه دنبال فحشا و زنا هست. و اون دختر بیچاره در تاجیکستان در اونجا داره زندگی میکنه.
نفقه نمیده، چون حق یک زن هست که تو مستقیم برای او ماهانه خرج و مصارف خوراک و لباس و پوشاک و مسکنش رو باید بفرستی. پولو میفرستن به کی؟ به پدر و مادرشون. به اونا هر چقدر که دوست داشتن به اون دختر بیچاره میدن. اگر دختر دیندار بود و مسلمان بود و خدا ترس بود، صبر میکنه، به اون زندگی میگین زندگی از قسمت و نصیب زندگی میکنه. و اگر دیندار نبود و ولو که دیندارم باشه، شهوت داره، نیاز جنسی داره، همونطوری که یک مرد نیاز جنسی داره، یک زنم نیاز جنسی داره. بعد از اون گاهی اوقات اتفاقاتی میفته که خب این دختر جوان ارتباط برقرار میکنه با پسر عمو، پسر خاله، پسر دایی، با پسر همسایه، با یک کسی. بعضی اتفاقاتی افتاده که دستگیر میکنن، مثلا با یک جوانی در اتاقش فیلم میگیرن، ویدیو میگیرن که این جرم بدتر از گناه هست. بعد اینو پخش میکنن. دیگه بعد اینجا غیرت و ناموس تاجیکی گل میکنه. که ناموس من از غیرت. خب بی غیرت بی ناموس، اگر تو غیرت داشتی میامدی زنت رو نگه میداشتی یا با خودت میبردی. برای یک تاجیکیش مشکلی نیست، ویزام نیاز نداره، یک پاسپورت براش بگیر ببر در روسیه با خودت زندگی بکنه مادامی که بر نمیگردی. اما نه، این زن رو میگیرن به خاطر چی؟ به خاطر خدمت پدر و مادر، مثل یک کنیز. هر گناهی که این زن مرتکب میشه به همون اندازه که خودش گناهکار هست، به اون اندازه اون مردم گناهکار است. یک روز سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه در زمان خلافتش بود، از شبانه میگشتن در کوچه ها، از حال مردم با خبر میشدن. از خانه‌ای گذشتن که یک زنی داره یک شعر میخوانه، میگه که اگر ترس خدا نمی بود پایه های این تخت چنان میلرزید و فلان میکرد و این میکردم و اون میکردم. حضرت عمر میاد پشت در، چه خبره؟ چرا این حرفا رو داری میزنی؟ میگه میبخشید یا امیرالمومنین، چیکار بکنم؟ یعنی شوهرم ماهاست که منو ترک کرده رفته. شوهرت کجا رفته؟ شوهرم جهاد رفته. حضرت عمر برمیگرده خونه، میره سراغ حفصه دخترش رضی الله تعالی عنها. میگه ای حفصه، یک زن چقدر میتونه تحمل بکنه دوری شوهرشو؟ میگه نهایتش 4 ماه. اجتهاد حضرت حفصه است. حالا یک زن شاید 1 سال تحمل بکنه، یک زن شاید 6 ماه تحمل بکنه. فردای همان روز حضرت عمر امر صادر میکنه که هیچ مجاهدی، هیچ سربازی که برای جنگ و جهاد رفته بیشتر از 4 ماه در جبهه نمانه. 4 ماهش که تموم شد، فرماندهش مجبور است که او رو بفرسته سر خانه و زندگیش. 1 هفته، 1 ماه، 2 ماه پیش زن و بچهش باشه، بعد دوباره بره به جهاد. هیچ کسی حق نداره که بیشتر از 4 ماه در جهاد بمونه. ببینید، همانطوری که یک مرد شهوت داره، نیاز جنسی داره، یک زن هم شهوت و نیاز جنسی داره که باید یک مرد اون رو برآورده بکنه. تو به خاطر این با او ازدواج کردی که نیازهای جنسی او رو برآورده بکنی، همانطوری که او نیازهای جنسی تو رو باید برآورده بکنه. هن لباس لکم و انتم لباس لهن. آنها مانند لباس هستند که تن شما رو میپوشانند، عیبهای شما رو میپوشانند، نیازهای شما رو میپوشانند و شما هم برای اونها مثل یک لباس هستید. نه، خودت برو هر فسق و فجوری رو در روسیه انجام بده، زن بیچاره رو بگذار در اونجا، اگر که فردا مرتکب یک گناهی داد و ویلا که های ناموس است و های غیرت است. این حالا یک نفر عذر داره، تاجیکستان نمیتونه بره، نمیتونه برگرده، حالا این معذور. اما یک کسی که عذر نداره و میتونه برگرده یا میتونه که همسرش رو پیش خودش در روسیه ببره، باید این کار رو انجام بده، ولو در سال 1 بار 2 بار بر مدت 1 ماه 2 ماه همسرش رو طلب بکنه یا خودش بیاد. اما این که نه، پیش پدر و مادرت بگذار 1 سال 2 سال 3 سال اصلا حالش هم نپر، این گناه کبیر است، طلاقش بدید. بعد چی میگه؟ خب من برای این گرفتم که به پدر و مادرم خدمت بکنن. بابا جان، زن حق داره، حقوق داره. زن در خانه تو اگر بگه که من برای تو غذا نمیپزم، حقش است. اگر بگه که من لباست رو نمیشورم، حقش است.
اگر بگه که برای بچت شیر خشک بخر یا که یک دایه بیار یک زنی بیار که به او شیر بده، من به شیر نمیدم، این حقش است. این حقوقی است که شریعت داده است. وقتی در خانه همسر این حق رو زن داره، چطور تو او رو میبری در خانه پدر و مادر میگی که خدمت پدر و مادر رو بکنه؟ این حق رو کی داده به تو؟ اسلام که این حق رو نداده. ببینید برادران عزیز، مسلمانی فقط به این نیست که تو برو 5 وقت نمازت رو بخوان و ریشت هم بگذار، نامت هم مسلمان، ذکر تسبیح هم دستت. نه، اسلام حق و حقوق است. همونطوری که تو حق و حقوق داری، همسرت حق و حقوق داره، پدر و مادرت. خدمت پدر و مادرت وظیفه تو است. اگر تو نمیتانی، یک زنی رو که میان در خانه ها خدمت میکنن بگیر که بیاد خدمت پدر و مادرت رو بکنه، ماهانه حقوقش رو بده. نه، این نیست که تو زنت رو مجبور بکنی که بره خدمت پدر و مادرت رو بکنه. اگر از پیش خودش بره احسان بکنه، نیکی بکنه، برای اجر و پاداش این کار رو انجام بده، نورون علی نور. اما تو نباید او رو مجبور بکنی. کسانی که همسرانشون رو مجبور میکنن به این گناه کبیر است. این حقش رو شما دارید ضایع میکنید و فردا پیش الله سبحانه و تعالی پاسخگو هستید. این که میرن زنا میکنن و این که دیگه یک جرم، یک گناه نابخشودنی است. در مورد کتاب‌های دینی و قرآن کریم که فرسوده باشن، کهنه باشن، قابل خواندن نباشن، اولا اگر قابل خواندن و نگهداری هست، هر کس یک دولابی، الماری، کمدی در خانه خودش داشته باشه، در اونجا این کتاب‌ها رو بگذارید، ولو در یک قفسه مخصوصی بگذارید. بعد از این کتاب‌ها هر چه قدیمی تر بشه ارزش بالاتر میشه. بعضی هستن این نسخه رو با قیمت بسیار بالایی میخرن، اما چنان فرسوده است که دیگه نه قابل استفاده است و نه قابل خواندن است. بهترین روش این است که در یک مکان پاک، در یک جایی که از کثافت‌ها و نجاست‌ها دور باشه، این کتاب‌ها رو دفن بکنید. چون به مرور زمان با رطوبت و با آب و باران و اینا فرسوده میشه، کلا تبدیل به خاک میشه، میره، اثری ازش نمیمونه. اگر این چیز امکان نداشت، در داخل یک، البته وقتی که کاملا فرسوده باشه که دیگه اصلا نشه از اون استفاده کرد، اینها رو در داخل یک ظرفی قرار بدید و بسوزانید که زیر دست و پا نشه. بعضیا چیکار میکنن؟ مثلا در ایران من بارها دیدم، در تهران خاصا در بعضی از مناطق، زمانی که در بعضی مناطق جوهای آب روان بود، میدیدی که مثلا صفحات قرآن، کتاب‌های دینی داخل جوی آب به همراه آشغال مینداختن، تو آشغال مینداختن در جو. این اشتباه است. انداختن قرآن کریم و کتاب‌های دینی در داخل سطل آشغال یا در اماکنی که در اونجا نجاست و کثافت و این چیزا هست، در اونجا اشتباه است. بهترین راهش این است که در یک مکان پاک، در یک مکانی که از نجاست به دور باشه، در اونجا دفنش بکنید. و اگر این اصلا امکان نداشت، در اون صورت میتوانید که بسوزانید.